بچه امروز قراره برم توی شهر بچرخونمتون و نمیدونم میتونیم ببینین چه بارون عجیب غریبی داره میاد وسط. نمیدونم چرا دیروز آفتاب سگه، بعد میای توی پارک، میای فرداش بری ضبط بگیری، فرداش بارونه. کلا من هر دفعه خواستم این کارو بکنم یا هوا ضد حال زد یا روزش ضد حال زد. دفعه قبلی روز ضد حال زد، حالا هوا ضد. حالا اوکی مشکلی نیستش. فعلا با هم باشین. خب برامتون همه جای شهر بگردونمتون. لیتس گو. آقا من قبلش فقط چیزی بگم. من امروز رفیقم خفتش کردم که بیاد اینجا تو پارک، ولی به این هوا قرار مثلا یه چیزی چالشی طوری ضبط کنه، ولی نمیدونم که تنها کاری که امروز قرار بکنم اینه که به زور خفتش کنم ببرمش دم حرم، اونجا بهش چیزی بدم بخوره. حالا بریم، میخوام فقط ریاکشنش وقتی میشنوه رو ببینم. همین، بریم سراغش بقیه. بذار فقط میخوام ریاکشنش رو ببینم. آقا سپه به نظرت فقط یک شانس بهت میدم که بهم بگی امروز با نظر قراره چیکار کنی؟ قراره بریم حرم و اونجا باید چیزی بدم بخوریم. من مرد تنهای شبم، صد قصه مانده. یه روز بدون هودی اومدم، یک روز. بچه بعد از یک ساعت رسیدیم تازه حرم و یه جوری دور بود، خیلی دوره. حرم نیست. زندگی مشهد بودم، بعد الان از پلیس رفتیم پرسیدیم حرم کدومه. الان بذار بهتون نشون بدم. من چک میکنم. اینه، این نیست. بعد از چقدر؟ یک ساعت رسیدیم، مثل سگ خیسه. بچه‌ها منی که مشهدی هم تو زندگیم بار دوم اومدم. خب حالا رسیدیم به علتی که 3 ساعت داریم راه میایم تا اینجا. موها رو نگاه. علت؟ بیا. علت؟ آره بیا. دلیل؟ مرسی. داداش رو چی نشسته بودی؟ کوچکترین سوراخ یک ساعت. وایس نشه سلام بر حسین بیشرف، مگه مال امام رضا نبود سال انحرافی خارج شد؟ خب آقا سپر فقط بیا در همین حد بهت بگم که الان اومدیم حرم. مقصد بعدیمون کجاست؟ اینجا حرمه؟ نمیدونم. الان فقط مقصد بعدیمون کجاست؟ انشالله کربلا. میریم آرمیتاژ بچه‌ها. بریم. آقا بریم آرمیتاژ. بریم. تو خونه؟ حاجی پشمام. حاجی چجوری انقدر خلوته؟ یه لحظه حاجی من کرای زدم. آره معرفی تو کنم به یکی از
وحشتناکترین نقاط روی مشهد دستشوی آرمیتاژ بذار بهتون نشون بدم برای بار 200 داشت بدم کن واسه تو نظرتون راجع به حرم رفتن و چیپ خوردن چی میشه؟ و تازه رفت باشه خیلی کجا زداد چی بود بارون بود یعنی الان همه جام خیس آبه یعنی امروز اصلا بیدار شدن فکرشو نمی‌کردم قرار برم حرم. آره اصلا یه چیز رندوم ترین چیز زندگی. بعد کلا رندوم ترین جای مشهد رو فرض کن یک جا هست که دینی ترین نقطه مثلا شهرت باشه باز یه جا هست که مثلا تینیج تور ترین نقطه شهر باشه مثلا خیلی سمه که بری اینجا آره بیای ما به راننده تاکسی که گفتی پشمام آره راننده تاکسی یکم پنیک کرد. یکم پایه کرد نه پایه نگو پنیک آب همون داغ یا لیفت هم ملتی که دارن نگاه میکنن به نظر چقدر طول میکشه اینو بکنم که این ادیت رو سلامت روان رفیقم بچه‌ها به نظرم که بعد تمامش کنم چون احساساً یه جا دیگه برم من دستگیر می‌گیریم از حرم پاشدم منم آلتوشان یه جا دیگه برم دستگیر میشم مثلا همونجا ویدیو رو تمامش کنم بعد باز بریم یه سمت دیگه قطع کن فعلا پیس. بچه‌ها من ساعت 10 از خونه رفتم بیرون 10 یعنی رسیدم پارک ملت و الان ساعت 2 بعد از ظهر فیکس نزدیک 5 ساعت من الان بیرونم 4 ساعت 5 ساعت من الان بیرونم و بچه‌ها امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشین سعی کنین یه ولاگ صرفا فان باشه که بریم یه دوری بزنیم و اینا با هم اگه دوست داشتین حتما ویدیو رو لایک کنین چنل داشته باشین که ویدیوهای خفنمون رو از دست ندین خیلی دوستتون دارم تا ویدیوی بعدی خودتون رو میسپرم بالا سری خدا نگهدار